سلام علیکم. پس از 20 سال زندگی در شهر دمه دخترک به دنیا آمد. نام او را یاسمین ماندیم. اینچنین پسر 8 ساله نیز داشتم. نام او احمد. در همین جا همچون مهندس کار میکردم و وابسته به کسبم در عرفه حمایه رساله دکتریم بودم. دخترم یاسمین دخترک عجایب به وایه می رسید. و همین گونه زیبا بود، به نور گل مانند و نازکک بود. در سن 9 سالگیش کسی هم نگوید رومالش را می بست. نمازش را ادا می کرد و با آواز کودکانه‌اش قرآن تلاوت می کرد. هر وقت از درس مکتبی می آمد زود جای نمازش را گرفته از پس نماز می شد. من باشم خیز دخترم رفته با دوگانه هایت بازی کن می گفتم. او باشد دوستم قرآن، دوستم ربم می گفت. چگونه دوستی خوب. روز در خانه پیش از خواب در شکمش درد پیدا شد. او را به بیمارخانه نزد خانه امان بردیم. دکتران یک چند داروهای درد سبک کننده و آرام کننده نوشته دادند. در دوام 2 روز آرام شده و باز سر شد. باز به بیمارخانه بردم. این حالت یک چند مراتبه تکرار یافت. این حالت را جدی قبول نکردم. همین شب و روز کارخانه‌ای که من کار میکردم در امریکا فیلیال خود را گشاد و مرا همچون راهبر انتخاب کردند. من راضی شدم و در مدت 1 ماه به امریکا کوچیده رفتیم. به دیاری که همه در آنجا بودنش را آرزو میکنند آمدیم و از این سرمان به فلک رسیده بود. از بین 2 ماه گذشت. درد دخترم باز او را بی‌ذاته میکرد. این مراتبه او را به طبیبی که در ساحه خودش تجربه ناک نشان دادم. سنجیده برای تشخیص نمونه ها را گرفت. پس از 1 هفته نتیجه هایش می براید. خواطر نکشید گفت طبیب. گپای او مرا کمی تسکین بخشیدند. از آنجا برآمده دخترم را به میدانچه بازی های ارلند آوردم. با یاسمین وقت را با مرام گذرانیدیم. وقتی ما مزه کنان گشت و گذار میکردیم زنگ تلفنی شد. رقم های همین مملکت بود. دیده حیران شدم. چون که حالا این رقم هایم را کسی نمیدانست. شاید کسی خطا کرده باشد. گویان جواب ندادم. باز تلفن شد. الو، کی شما؟ گفتم. سلام جناب مهندس، بخشش من دکتر استفان، طبیب یاسمین. سحرگاهان آمده بودید، پگاه واخورده می توانیم؟ گفت وی. من سراسیمه‌وار تحلیل ها برآمدند، نتیجه اش خوب نیستند. گویان جواب دادم. نه، حالا همش نبرآمده است، اما آن چیزی که در دست من است آنقدر خوب نیستند. باید هم صحبت شویم. من باید یاسمین را دیده بعضی سوال ها را برای تشخیص کل از او پرسم. گفت او. من باشم خوب پگاه در وقت بیگاهی تخمینا ساعت های 5 به نزد شما می رویم. خیر و خوش کردیم. مرا باشد هر گونه سوال ها احاطه کرده بودند. اکنون چیکار میکنم؟ دخترم را از وقتی به امریکا آمدیم نو به سیر و گشت برآوردم. او خیلی خرسند بود. به دخترکم چگونه این گپ ها را میگویم؟ با او نگاه کرده غمگین میشدم و با او گفتم. روز دیگری همسرم، پسرم احمد، دخترکم و من همه کسا نزد دکتر رفتیم. دکتر به دخترم خوش آمدی یاسمین، چه خیل هستی؟ گفت. خدا را شکر من خوبم، ولی کمی درد در بدنم هست و خستگی را حس می کنم. گفت دخترم. دکتر با او یک چند سوال های دیگر داد. در آخر سرش را مثل احوال ناخوش جنبانید. مرحمت با من گردید گفت. به خانه دیگر برد. در آنجا گویا به سرم مثل برق زده سخنی گفت. این زمان آرزو کردم که زمین کف دو
من به درونش درآیم. دکتر گفت که یاسمین از کی باز به این احوال افتاده است؟ تخمینا 1 سال شد. ما دائما دارو می دادیم صحت می شد گیسویان، اما با این طرز او صحت نمی شده است. او با کسلی سرطان مبتلا شده است، درجه آخرین. پیش از آمدنتان تمام تحلیل ها را برآورده بودیم. تحلیل ها را کمیسیون منطقوی سرطان نیز دیده برآمدند و این را تصدیق نمودند. در افسوسم، گفت دکتر. بیچاره دخترکم، بیچاره یاسمینم، چگونه خلق زیبا مثل گل نازک این دنیا را ترک می کند. از سنجش وزنین در تعظیم افتادم. از گریه خود را داشته نتوانستم. در حالت کرخت این خبر را به همسرم رسانیدم و از شنیدن این خبر از هوش رفت. در این وقت با برادرش یاسمین در آمد. احمد وفات کردن او را شنیده او را سخت در آغوش گرفت. نه، او ما را پرتافته رفته نمی تواند، نمی رود او، گفت احمد. دخترم با حسیات صاف من می میرم باز برای چی می میرم؟ با این گونه پرسیدن او دقت همه را جلب کرده بود. دکتر با او گفت که تو به نزد الله رحلت میکنی. یاسمین: اگر به نزد الله رحلت کردن بد است؟ پدر جان، الله از پدر و مادر، از مال و دنیا و از همه عزیز می باشد گفته بودید کو؟ پس چرا این رحلت من شما را گیراند و مادرم را از هوش بیگانه کرد؟ این سخنان بی‌غبار او به من سخت تاثیر کردند. بیچاره دخترکم مرگ را با محبوبش واخوری گمان دارد. دکتر با او اکنون داروهایت را استعمال کن گفت. مرگم انیق باشد دارو و درمان چی لازم؟ گفت دخترم. درست میگویی دخترم، اما این معنای آن را ندارد که از دارو دست کشی. به طریق مثال ما آدمان سالم هستیم، زمان ما نیز از این دنیا رحلت میکنیم، اما این معنای آن را ندارد که از خوردن و خوابیدن، سفر کردن و از فکر آینده کردن دست کشیدن را ندارد. اگر این کار را کنیم حیات به تنزل رو می آورد. در روی زمین جسم جاندار نمی ماند. میدانی آن جسدی که در بدن انسانیت موجود است، این امانت خداوند بر بندگانش می باشد. مثلا یگان دوگانت به تو یگان بازیچه و یا یگان چیز اشراتیت او را احتیاط میکنی یا میشکنی؟ او را احتیاط میکنم گفت. همین طور از بین 6 ماه گذشت. دکتر گفته بود که 6 ماه عمر دیگر باقی مانده است. این مدت چقدر نزدیک شود هم غمگین تر می شد، اما یاسمین این را به طرز خود قبول کرده. با مقصدی با الله و خوردن روزهای باقی مانده را هر روز حساب می کرد. درد او به شوق وی مانعگی کرده نمی توانست. در این مدت و یک چند قسم قرآن را حفظ کرده بود. از او پرسیدیم که چرا این طور کرد؟ گفت فهمیدم که هر کسی کتاب الله را حفظ می کند او را الله دوست می داشته است. من با او واخوری کنم می گویم یا ربم، تو نفرانی که کتاب تو را حفظ کرده اند دوست می داری. من از یک قسم آن را حفظ کرده به نزد تو آمدم می گویم. وی در نمازش بسیار می ایستاد. سوره های دراز را ضم می کرد. بعضا در جای خوابش نیز نماز می خواند. از این عملش گمان می کردم که او به جان خود آزار می دهد. از او می پرسیدم که دخترم اینقدر نماز می خوانی؟ وی می گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز را نور قلبم گفته است.
منم میخواهم که نماز نور قلبم باشد. وقتی رحلتش نزدیک شد، در رویش نور و در لبانش تبسم نازک جلوه میکرد. سوره یاسین را با آرامی قرائت میکرد و خواندنش دشواری کشد هم به آخر رسانید. سوره فاتحه را ضم کرد، بعداً سوره اخلاص، سپس آیت الکرسی را خواند. پس به آن ذاتی که مرا قرآن آموخت، حیاتم را با پدر و مادر مؤمن منور گردانید، حمدها باشد. مرا بی دین، بی نماز، از نفران از دین ترک کردگان نگرداندنش بی اندازه شکرانه میگویم، گفت. پس از چند لحظه به شیفت خانه نگاه کردم. پدر جان آن طرف گریزید، شیفت خانه کفیده ایستاده است. سپس پدر جان، من آدمان سفید پوش بسیار را میبینم. آنها به سوی من تبسم کنان نظر میکنند. برای به الله رسیدن آنها میخواهند تا که من به صف آنها همراه شوم. پس از 2 نفس چقور وی به نزد الله رحلت کرد. در لبانش تبسم بی غبار را باقی گذاشت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.